موضع رخک ناحیه باباجان غفروف می باشد که سنه 25 مارس سال روان با تشریف پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان زمین های بیکار خوابیده از نو به گردش کشاورزی وارد کرده شد. زمینی موضعی رخک که سالها باز بیکار خوابیده و از گردش کشاورزی دور مانده بود دوباره کارشایم گردید. با دستور بواسطه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان از جانب مسئولان کوپراتیوی استحصالی سمیر سوخت زمین با ثمر استفاده می شود. مرحله اول در میدانی زیاده از 1100 گکتر بنیاد باغ نو آغاز شد. در این موضع 10 گکتر باغ اناری نوعی شیریندانه، 10 گکتر باغ بادام نوعی پیت بادامی دو مغزه، 15 گکتر باغ 4 مغزی میانقدی نوعی چندلر، 17 گکتر باغ زردالو و شفتالو از نوهای محلی، 30 گکتر باغ گیلاس از نوع کاردینال و 10 گکتر باغ انگور از نوهای طایفی گلابی و کشمش سوغدیان بنیاد گردید. همچنین نزدیک 1500 دانه نهالهای آرایشی شنانیده شد. با تشبث خردمندانه و اشتراک بی‌واسطه ساختگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و با دستگیری رئیس ولایت محترم رجب احمدزاده، با دستگیری رئیس ناحیه باباجان غفروف ظریف نظیری و با دیگر مقامات ساحه کشاورزی ما در این موضعی که ما حاضر قرار داریم یک سالی تاریخی گوییم هم خطا نمیکنیم، برای آنکه زیاده از 700 گکتر زمین های سالهای زیاد بیکار خوابیده موضع رخک ناحیه باباجان غفروف باز به گردش کشاورزی وارد گشت. این زمین ها به کوپراتیو استحصالی سمیرسوخت وابسته گشته. عین زمان باغ‌های بنیاد گشته در سال 2020 به آخر رسید. باغ نو بنیاد توسط 3 پایگاه آبکشی با سیستم قطرگی آبیاری کرده شده است. در این سمت تدبیرهای ضروری عملی کرده شده ایستاده است. در موضع رخک امکانی بنیادی زیاده از 3000 گکتر باغ موجود بوده. مسئولان کوپراتیوی استحصالی سمیر سوخت نقشه دارند که میدان باغ تاکزارا و سه نمایند. آبیاری این موضع با واسطه نسازهای آبکش از دریای سیر یک پدیامی وکی کشیده باز در بالا حوض کلام است. دویم نساز که حوض به پرسه با توربه ها با کوبه های و زیر زمینی اینجا تقسیم شدگی آبیاری کرده میشد و این آینده سالهایی که باغ ها مساحت باغ زیاد میشد این باغ ها حسابی آب کم بودنش ما آبیاری قطرگی جاری کنیم. در موضع رخک ناحیه باباجان غفروف بنیادی فرمه چاروای کلانی شاخدار در مساحت 4 گکتر برای پرورش 400 سر گاو، فرمه مرغ پروری در مساحت 2 گکتر با پرورش 200,000 سر مرغ تخمدeh و گوشتی در نظر است. همچنین در اینجا گرمخانه پرورش سبزوات و گل در 3 گکتر و در 2 گکتر زمین قطعه نهال پروری با اقتدار استحصالی 2 میلیون بخ نهال از جمله نهال اینتنسیوی به نقشه گرفته شده است. در صورت پر عملی گردیدن این نقشه ها نزدیک 2000 نفر جایهای نوی کاری پیدا می کنند. مرغخانه در حدود 3 گکتر زیاده از 200,000 سر که 100,000ش سمت گوشتی 100,000ش برای تخمی به نقشه گرفته شده است و در اینجا ما باز به نقشه گرفتیم که در مساحت 2 گکتر نیالخانه برای آنکه در همین موضع نیالخانه بنیاد کرده نیالهایی که در همینجا پرورش می‌یابند به همین شرایط تا 15-20% طبیعتاً مطابق میشن و ما این نهال‌ها رو از آن جمله نهال‌های برای باغ‌های اینتنسیوی به نقشه گرفتگی در 700 گکتر زمین‌های بیکار خوابیده شده که از نو برقرار کرده شدند 50 نفر با جای کاری دائمی تامین گردیدند. در این موضع همزمان انشاءات یاری رسان بنیاد کرده شده است که انفراستراکچور مذکور جهت رشد ساحه‌های باغ تاک پروری و چارواداری و پرنده پروری زمینه می‌گذارد. زمین بیکار خوابیده موضع رخک ناحیه باباجان غفروف برای تامین امنیت آذوقه‌واری، برقرارگردی زمین و گردش کشاورزی، تامین جای‌های نوی کاری مساعدت می‌کند. گزارش سومن حمید و نعیم جان ایوبوف از ناحیه باباجان غفروف برای برنامه اطلاعاتی خبر.